میخوایم با هم کوکو سیب زمینی درست بکنیم، اما نه معمولی. همینطور که میبینی شکمپر و پیتزاییه. سلام رفقا. 1 کیلو سیب رو رنده کردم، آب گرفتم، 2 تا تخم مرغ، نصف لیوان آرد سوخاری و ادویه هایی که توی کپشن برات مینویسم. یه کوچولو هم روغن میزنم، حسابی مخلوطش میکنم. اینم تابه سایز 30 یاسمن تفلون کبیر. این چقدر خوشگله. یه خبر خوبم بدم، 2 تاشو میخوام به شما هدیه بدم. چه جوری؟ کافیه مثل همیشه از این پست حمایت بکنی و پیج کبیر رو دنبال کنی. یه لایه سیب زمینی رنده شده، یه لایه پنیر، یه لایه ژامبون، یه کوچولو سس کچاپ، یه خورده هم پنیر گودا یا چدار. دوباره روش سیب زمینی میذاریم، بغلشون رو به هم دیگه وصل میکنیم، در رو میبندیم. بعد از 45 دقیقه به همین سادگی برش میگردونیم و الباقی پخت رو با در باز انجام میدیم. نوش جان. آخه کی گفته قلیه باید حتما ماهی باشه، اونم وقتی اینقدر گرونه؟ بیایم قلیه مرغ درست بکنیم. سلام رفقا. پیاز رنده شده رو سبک کردم، گشنیز رو توش تفت میدم، سیر و فلفل عنابی و ادویه کاری رو با هم میکوبم. حالا به ترکیب سبزی اضافه میکنم عطر سیر که بلند شد، شنبلیله و آرد. خامی آردو که گرفتیم، تمر هندی رو صاف میکنیم و داخلش میریزیم. مرغمون رو هم همراه کمی پودر کاری تفت میدیم تا یه کمی برشته بشه. بعد به خورش اضافه میکنیم، درشو یه توری بذار حسابی جا بیفته. جا که افتاد نمک رو اندازه کن. این میشه نتیجه کار. خلاصه که کم از قلیه ماهی نداره، سختم نگیر، دنیا 2 روزه. نوش جان. گاهی اوقات میشه یه غذای قدیمی رو با یه روش جدید درست کرد. سلام رفقا. برای این کت کبابی پیاز متوسط رو رنده میکنیم و آب میگیریم، نمک و فلفل و گوشت رو حسابی با هم ورز میدیم و کف یک تاوه اینطوری پهنش میکنیم. وقتی خودش رو گرفت، 3 تا گوجه رو رنده میکنیم، با یه قاشق رو قاطی میکنیم و روش میریزیم و برای 40 دقیقه میپزیم. اینم برنج درجه 1 ارگانیک تهوراست. یه برنج سالم که عطر و طعم خوبی هم داره. کت درست کردن رو که بارها توضیح دادم. کف دیگ روغن و زعفران میدم، یک کف تیر از برنج رو باش قاطی میکنم و فشرده میکنم. نیمی از برنج رو میریزم، کمی پودر سماق که طعم دهنده اصلی این غذاست. حالا کباب تابه‌ای که 40 دقیقه جدا پخته بودیم، روش هم حسابی زعفران و دوباره سماق، سس گوجه، الباقی برنج فشرده میکنیم و 40 دقیقه دم میذاریم. بعد از 40 دقیقه برش میگردونیم و با چاشنی هایی که دوست داریم در کنار عزیزان انشالله با دل خوش میلش بکنید. امید به روزهای خوب. زبون گوساله یکی از خوشمزه ترین ماهیچه‌های بدن دامه، پس بدون عیوبی کردن حداقل یه بار امتحانش کن. سلام رفقا. اول حسابی بشورش، 10 دقیقه تو آب بجوشون و آبکش بکن و آبشو عوض بکن. 2 تا پیاز و ادویه‌ای که نوشتم 5 ساعت میپزی، بذار خنک بشه، آبش رو هم صاف بکن. بعد به این صورت که میبینی برش بزن و پوست بگیر. حالا یه مقدار روغن تو تابه میریزیم، 2 تا پیاز خلالی رو تفت میدیم، بهش کره و آردم اضافه میکنیم. آرد که خامیش گرفته شد، آب زبان که صاف کرده بودیم رو اضافه میکنیم و زبونا رو توش برمیگردونیم. 2 ساعت بعد پوست یه دونه لیمو ترش، آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم. قارچامون رو با نمک و فلفل و کمی روغن تفت میدیم، به زبونمون خامه اضافه میکنیم و قارچا رو هم اضافه میکنیم. میشه یه خوراک بی‌نظیر، البته سنگین، حسابی هم سیرت میکنه. نوش جان. راستش من تا حالا کسی رو ندیدم که عاشق این غذا نشه. سلام رفقا. امروز میخوام روش کباب تابه‌ای درست کردن خودم رو بهتون یاد بدم. 400 گرم گوشت چرخ کرده، یه دونه پیاز رنده شده، فلفل و نمک. زردچوبم نداره، چونه نزن. حسابی ورز میدیم، میذاریم تو یخچال. بعد از 2-3 ساعت یه چونه حسابی میگیریم و اینطوری پهنش میکنیم. یه قاشق رب رو هم با آب قاطی میکنیم، دورش میریزیم، گوجه و نمک. میره واسه خودش نیم ساعت بپزه. سیب زمینی رو پوست میکنیم، مثل چیپس خورد میکنیم. حالا از اون سمت هم دورش میزنیم تو یخ و نمک و آب، 2 ساعت خیس میکنیم و بعد آبکش میکنیم و خشکش میکنیم. برای درست کردن کته قانون یه بند انگوش یادت نره. وقتی جوش اومد روغن صبر کن آبش تموم بشه. میخوام قالب بزنم، زعفرونمو میسابم و دم میکنم، کف دیگم اینجوری برنج زعفرونی میدم و روشم برنج میدم و فشرده میکنم و 40 دقیقه دمش میکنم. سیب زمینیام که خوش شدن سرخ میشه و تموم شد و رفت. تمام ظرفای این ویدیو هم چینی زرین بود. نگین آشپزخونه من. نوش جان.
خورش فسنجون درجه 1 بعد یه وجب روغن روش باشه. سلام رفقا. راز اول استفاده از گردوی درجه 1 تازه ایران که خیلی ساده میتونی از سنجاب تهیه‌اش کنی. آیدیش تو کپشن. به کمک نمکیار من گردوها رو آسیاب کردم. اگه ندارید با چرخ گوشت این کارو بکنید. گردوها رو تفت بدید تا داغ بشه، بعد آب یخ بریزید، سوزن جوش بذارید 5 ساعت بپزه. این فاصله چندین بارم بهش یخ اضافه میکنیم تا روغن آزاد بکنه. جوجه‌مون رو با نمک و فلفل مزه‌دار میکنیم. تو کره حسابی تفتش میدیم. اینم رب انار ترش و شیرینه. من میخوام فسنجونم ملس باشه. نمک رو اندازه میکنم، جوجه‌مو حسابی سرخ میکنم و روش زعفرون میدم. اینجوری دیگه حسابی جوجه‌مونم خوشمزه میشه. جوجه رو میذاریم تو خورش رو 1 ساعت هم اجازه میدیم تا با شعله کم جوجه تو خورش بپزه. جوجه که حسابی نرم شده و خورشم به روغن افتاده، کنار یک کته درجه 1 انشالله با دل خوش. نوش جان. ترچین مدل‌های مختلفی داره. امروز می‌خوایم گوشت و بادمجونش رو درست بکنیم. سلام رفقا. اول بادمجونا رو حلقه حلقه کنید و سرخ کنید. پیاز، سیر، روغن فراوون، گوشت گوسفندی درجه 1 با کمی فلفل سیاه و زعفرون و چند تا دونه برگ بو اول بذارین با در بسته تفت بخوره و آب بندازه، بعد روش آب جوش بریزین. بعد از 3 ساعت نمکش رو اندازه بکنید. اینطوری نرم شده. برنجتون رو کمی زنده آبکش بکنید. 3 تا زرده، 3/4 لیوان ماست، نصف لیوان روغن، نمک و فلفل و زعفرون و کمی آب لیمو و گلاب. کمی با برنجتون مخلوط بکنید و مواظب باشید برنج دانش نشکنه. نصفش رو کف این تابه دو طرفه کویر میریزم. گوشت و بادمجون رو روش و الباقی رو هم روش. همونطور که میبینید این تابه دو سمتش از هم جدا هم میشه و هر دو سمت جداگانه قابل استفاده است. بعد از 45 دقیقه هم این نتیجه کاره. با کمک تفلون با کیفیت کویر که پیجش هم تو کپشن گذاشتم. نوش جان. اگه صبح جمعه درستش بکنید و میل کنید تمام انرژی از دست رفتتون رو بهتون برمیگردونه. سلام رفقا، صبح جمعتون بخیر. دوشابی مرتا یه صبحونه آذریه که برای درست کردنش به کره روغن حیوانی نیاز دارید. گردو رو دنده میکنید و توی کره روغن تفت میدید تا گرم بشه، بعد شیره رو اضافه میکنید. توی این مرحله اغلب کنجد هم میزنن، اما من کنجد رو بعد از شکستن تخم مرغا و زمانی که سفید خودش رو گرفت و زرده رو شکوندم اضافه میکنم تا ظاهر جذاب تری به خودش بگیره. راستی حواستون باشه روز غلطی رو برای خوردنش انتخاب نکنید که خطرناکه. نوش جان. امشب میخوام بهتون یه سالاد 3 سوته یاد بدم، خوراک این روزایی که حسابی بوده داریم و سرمون شلوغه. سلام رفقا. سیب زمینی های نگینی رو تو آب و نمک میپزم، بهش خیارشور اضافه میکنم. اینم سوسیس باربیکیو برند اسپریچو، برندی که من عمیقاً بهش اعتماد دارم. سوسیس‌ها رو حلقه حلقه میکنم و سرخ میکنم و به ترکیب اضافه میکنم و اما شوید تازه رو هم خورد میکنم. کمی هم ساقه پیازچه و برای سسش کمی مایونز، آب لیمو ترش، نمک و فلفل. این سالاد یه سالاد آلمانیه، البته کمی متفاوت. امیدوارم درست بکنید و لذت ببرید. نوش جان. این قرمه سبزی هم عجب حکایت عجیبی داره ها. تو ایران انگار برای مردم ناموسه، انقدر که این غذا رو میپرستن. سلام رفقا. این بار میخواییم با دنده گوسفندی درستش بکنیم. هم ظاهرش خیلی جذابتره، هم طعم محشری میگیره. گوشش هم که دیگه از لطافت نظیر نداره. خب اگه دوست دارید که طعم قرمه سبزیتون متفاوت و بسیار جذاب بشه، به جای استفاده از این روغنای الکی از دنبه استفاده بکنید. پیاز و زردچوبه، کمی که پیاز سبک شد گوشت و فلفل و آب رو اضافه میکنیم و 1 ساعت میپزیم. حالا لوبیا قرمزی رو که از شب قبل خیس کردیم با 1 کوچولو نمک جدا میپزیم و با سبزی بعد از 1 ساعت به خورش اضافه میکنیم. بعد از نیم ساعت نمک و لیمو عمانی رو به خورش اضافه میکنیم و شعله کم میذاریم خورش جا بیفته. به این کار میگن سوزن جوش. کنار قرمه سبزی چی میچسبه؟ اینو دیگه شما بگین. نوش جان. یه بار با این تکنیک کباب تابه‌ای درست کن، بهت قول میدم که دیگه همیشه از همین روش استفاده میکنی. سیب زمینی و پیازتو رنده کن، آبشو بگیر، به همراه ادویه‌ای که تو کپشن برات نوشتم به گوشت اضافه کن و حسابی با هم دیگه ورزشون بده تا یک دست بشن. به همین راحتی آماده شد. حالا تکنیکش اینجاست که رب گوجه رو با کره مخلوط میکنید و کف تابتون پخشش میکنید. بعد گوشت رو روی این مواد پهن میکنید داخل تابه. این تکنیکو من از پیج نوید یاد گرفتم
گرفتم که کلی تکنیک‌های آشپزی ایرانی و سنتی توی پیجش یاد داده، کلی آموزش غذاهای فرنگی هم داره. پیجش رو توی کپشن براتون تگ می‌کنم. من این کباب رو داخل فر پختم، ولی شما میتونید روی گاز هم درستش کنید. خلاصه همه جورش خوشمزه است. کنارش یه برنج کته زعفرونی هم بذارید و نوش جان. میخوام تمام فوتوفن یک آلبالو پلوی مجلسی رو امروز تو این ویدیو بهتون یاد بدم. با این روش آلبالو پلوهاتون بی‌نظیر میشه. برای آلبالو پلو هم میتونید از گوشت قلقلی استفاده کنید، هم از مرغ حلزونی. هر دوتاش خیلی جذاب میشه. گوشتتون رو با نمک، فلفل، پیاز آب گرفته و زعفرونی کمی ماساژ بدید و تقریبا 1 ساعت استراحت بدید و قلقلیش کنید. حتما هسته آلبالوتون رو به کمک یک ابزار خارج کنید و خیلی آلبالوتون رو له و وارفته نکنیدش. بعدش لابلا شکر بریزید، تقریبا 12 تا 24 ساعت توی یخچال بمونه تا آب بندازه. موقعی که میخواد گوشت قلقلیاتون رو سرخ کنید، اونا رو دونه دونه داخل تابه قرار بدید، چون اگه یه دفعه‌ای داخل تابه بریزید دمای تابتون کم میشه، گوشتتون آب میندازه و به خوبی سرخ نمیشه. کف روی آلبالوها رو حتما ازش جدا کنید. نکتهش اینجاست که باید بهش کره اضافه کنید و آلبالوهاتون رو 10 دقیقه بعد از اینکه جوشید در بیارید و بذارید شهدش به تنهایی بمونه و بجوشه و غلیظ بشه. برای این آلبالو پلو من از برنج امراللهی کشت 2 عیون استفاده کردم که بدون واسطه از دل زمین‌های شمال برای من فرستاده شده. پس قاعدتا قیمت خیلی بهتری داره. تازه ضمانت بازگشت وجه هم دارن. شما میتونید از پیج برنج همتا هر نوع برنج ایرانی رو با خیال راحت تهیه کنید. الانم به مناسبت عید یک جشنواره فوق‌العاده و کلی هدیه هم دارن. برنجمو با آب و روغن داخل قابلمه آب جوش ریختم و گذاشتم 6 دقیقه بجوشه. برنجتون رو حتما باید دونتر آب کشش بکنید. تدیگم هر چیزی که دوست دارید میتونید بذارید. من تدیگ ماستی گذاشتم که به نظرم بی‌نظیره. بعدش لایه به لایه برنج، آلبالوها و گوشتای قلقلیمو میچینم و میارم تا بالا. بعد از اینکه تمام موادتون تموم شد، چند تا سوراخ روی سطح برنج ایجاد بکنید و روش رو کمی زعفران دم شده و کره بذارید که بی‌نظیرش میکنه. حتما از دمکنی استفاده بکنید و نکته اصلیش هم اینجاست که من اون شربت آلبالویی که غلیظ شده رو 3 دقیقه الی 4 دقیقه آخر پخت روی برنجم میدم. این کار باعث میشه که هم تردیگتون نسوزه، هم برنجتون شفته نشه و یک آلبالو پلوی خوش رنگ و خوشمزه و مجلسی داشته باشید. خودتون دارید میبینید که این برنج چه ری کرده و چه قدی کشیده. واقعا بی‌نظیر. تاس کباب جزو غذاهایی که من همیشه به روش مادر بزرگ خدا بیامرزم درستش میکنم. شبای پاییزی که با نوه‌ها دور هم جمع میشدیم و یه قابلمه بزرگ تاس کباب روی علایالدین داشت ریز ریز جوش میکرد و عطرش کل خونه رو گرفته بود. الانم هر موقع که فصل به میشه حتما این غذا رو درست میکنم و یاد اون روزا میافتم. مادر بزرگم اینطوری درستش میکرد که لایه لایه به ترتیب پیاز، گوشت گوسفند، هویج، آلو، به سیب زمینی رو روی همدیگه میچید با یه ته استکان آب روی حرارت خیلی کم میذاشت 3-4 ساعت آروم آروم برای خودش بپزه و حسابی جا بیفته. همه این غذا برای من نوستالژی ترینه. درسته که هیچ وقت به خوشمزگی اونی که مادر بزرگم با عشق برامون میپخت نمیشه. همیشه هم کنارش برامون یه پیاله ماست میریخت و با نون سنگک تازه میذاشت سر سفره. چقدر خوب میشد اگه این قصه ها و اینجور دستور پخته ها یه جایی ثبت بشه و موندگار بشن. اگه این نکات رو رعایت کنید کباب مرغ کاملا لطیف و آبدار میشه، اصلا هم وا نمیره. حتی به عنوان یه غذای نیمه آماده موقعی که فرصت آشپزی نداری خیلی به دردت میخوره. برای درست کردنش هم فقط کافیه که مرغ و پیاز و فلفل دلمه‌ای و سیر رو به همراه زعفرون و نمک و فلفل داخل دستگاه خردکن بریزید. یکی از فوتوهای کوزه‌گریش همین اضافه کردن کره به موادتونه که باعث میشه کبابتون اصلا خشک نشه. اگه دستگاه خردکن ندارید داخل کپشن رو حتما مطالعه کنید. بعد از اینکه موادمون آماده شد داخل یک کیسه می‌ریزیمش و مثل تصویر قشنگ پهنش می‌کنیم توی کیسه و مثل حالت کباب روش شیار ایجاد می‌کنیم. اینطوری وقتی که از فریزر درش میارید خیلی راحت‌تر میتونید برشش بدید. اگه عجله دارید میتونید همین مراحل رو داخل تابه انجام بدید. یعنی موادتون رو داخل تابه پهن کنید و روش همینطوری فاصله بندازید و بذارید روی شعله گاز تا بپزه. البته حتما قبلش نیم ساعت موادتون رو بذارید داخل یخچال تا مزه‌ها به خورد هم بره. اگه عجله ندارید مثل من اول داخل فریزر بذارید یه چند ساعت، بعدش اینطوری برش بدید و سرخش کنید دو طرفش رو. اینطوری خوبیش اینه که میتونید هر تعدادی که خواستید هر موقعی که لازم داشتید در بیارید و راحت سرخ کنید. مثلا من الان فقط 3 تا دونش رو سرخ کردم و بقیه‌اش رو مجدد داخل فریزر میذارم برای موقعی که تایم ندارم. اصلا کبابتون بیش از اندازه سرخ نکنید و موقعی که داره سرخ میشه روش از ترکیب زعفرون و کره بمالید. یعنی بی‌نهایت خوشمزه‌اش میکنه و همینطور باعث میشه که کبابتون خشک نشه. کنار برنج و گوجه سرخ شده چه شود. حتما امتحانش کنید. امروز میخوام بهتون یه جوجه ترش لذیذ و
فوق‌العاده نرم و آبدار یاد بدم، یه بار با این دستور درست کنی بهت قول میدم که دیگه سراغ هیچ رسیپی نمیری. برای مرینیت کردنش پیاز رو به همراه سبزی‌های معطر، گردو، سیر، نمک و فلفل، ربع انار ترش و ربع انار شیرین، ماست و سس مایونز داخل غذاساز می‌ریزیم، بهش روغن زیتون و کره آب شده رو اضافه می‌کنیم و میکسشون می‌کنیم. از این ترکیب برای درست کردن گوشت ترش هم میتونید استفاده بکنید. ببینید چقدر جذابه، خیلی خوشمزه میشه. به مرغاتون اضافهش کنید. من از ترکیب رون و سینه مرغ استفاده کردم و بهتره حداقل 1 ساعت مرغاتون توی این مواد استراحت بکنید. اگه خواستید مثل من از سیخ چوبی استفاده بکنید، حتما 1 ربع داخل آب خیسشون کنید، به خاطر اینکه اگه خیسشون نکنید این سیخا آب داخل گوشتتون رو میکشه و خشکش میکنه. من میخوام جوجه ترشم رو داخل هواپز بپزم. مهمترین نکته که اینجا وجود داره اینه که 10 دقیقه قبلش بذارید هواپزتون کاملا داغ بشه. بعد از تقریبا 10 دقیقه که دستگاه به خوبی داغ شد، درش رو باز بکنید و مرغاتون رو داخلش قرار بدید. این کار باعث میشه که مرغاتون آب نندازه و خشک نشه. هواپز من از برند خوب ویکتور هستش که سبدش هم پنجره‌ای هم سرامیکیه. 6.5 لیتریه و برای خانواده 8 نفره مناسبه. 1 سال گارانتی تعویض داره و 24 ماه خدمات پس از فروش. جلوش هم محفظه شیشه‌ای داره که میتونید داخلش رو ببینید. بعد از تقریبا 10 دقیقه 1 دور مرغا رو زیر و رو کنید تا اون سمتش هم حسابی طلایی و برشته بشه. این سرخونه ویکتور رو میتونید با خیال راحت از پیج پیمان بابا که توی کپشن براتون تگ میکنم تهیه کنید. اگه بگید از طرف من هستید، 1 پک هم بهتون هدیه میدم. کیفیت پختش واقعا محشره. میخوام تمام فوتوفن یه لوبیا پلوی مجلسی رو امروز تو این ویدیو بهتون یاد بدم. با این روش لوبیا پلوهاتون بی‌نظیر میشه. تازه کنارش آموزش این تهدیگ سیب زمینی کنجدی هم داریم. برای درست کردن ملات لوبیا پلو پیازتون رو نگینی کنید، یکم تف بدید سبک که شد، بهش گوشتای گوسالتون رو اضافه کنید، به همراه پرسیا و زردچوبه با حرارت بالا تف بدید تا رنگ گوشتتون عوض بشه. بعد لوبیاهاتون رو بهش اضافه کنید. لوبیاها که کمی تف خورد، نوبت اضافه کردن رب گوجه است. همون وسط تابتون کمی جا باز کنید، رب گوجه رو تف بدید تا از خامی در بیاد. من همیشه به جای آب از پوره گوجه فرنگی برای پختن گوشتم استفاده میکنم. اینطوری طعم لوبیا پلوتون خیلی جذاب‌تر میشه. 1 ربع آخر پخت گوشتم بهش نمک و آب لیمو ترش تازه و پیاز داغ رو اضافه کنید و ملات لوبیا پلومون آماده شد. بریم سراغ درست کردن برنج. به آب در حال جوش نمک، روغن، برنج، 1 کوچولو زعفرون یا زردچوبه برای رنگ بهتر اضافه میکنیم. برنجتون رو باید خیلی دونتر آب کش کنید و من برنج رو از قبل خیس نمیکنم. برای تهیه سیب زمینی کنجدی هم زعفرون و روغن و کنجد و 1 کم نمک و کف قابلمه‌تون بریزید. سیب زمینیاتون که چیدید 1 کوچولو دیگه نمک روی سیب زمینی‌ها بریزید. بعد 1 لایه برنج، 1 لایه ملات لوبیا پلو و برای اینکه عطر لوبیا پلوتون محشر بشه توی این مرحله لابلاش دارچین بپاشید. دیگه همینطور لایه به لایه برنج و ملات لوبیا پلو و دارچین رو بریزید بیاید تا بالا. 2 تا نکته دقت کنید. اول اینکه ملات لوبیا پلوتون به کنارهای قابلمه نچسبه چون که میسوزه. دوم اینکه برای این سبک برنجای مخلوط از قابلمه‌های بزرگتر نسبت به حجم موادتون استفاده بکنید و موادو خیلی داخل قابلمه فشرده نکنید. حتما روی سطح برنجتون سوراخ ایجاد کنید، یکم زعفرون و کرم روش بذارید که عطرشو محشر میکنه. این سرویس قابلمه بسیار زیبا که توش لوبیا پلو رو پختم هم از لیما هوم گرفتم. تمام گرانیته و به هیچ وجه خط و خش نمیخوره. چون لیما هوم خودشون وارد کننده مستقیم هستن. شما میتونید این سرویس قابلمه رو با قیمت 2 میلیون تومان ارزونتر از جاهای دیگه ازشون با خیال راحت تهیه کنید.